سلام همگی. با معرفی یه بازی، یه مینی گیم دیگه هستیم در خدمتتون. یه مینی گیم باحال، تیرکمون بازیه که این بازی 3 تا حالت داره. تک نفره، 2 نفره با هم میتونید تیم بشین یا 2 نفره مقابل هم بازی کنید. اینم منوشه که تو سمت راست هستش. حالا هرچی لولتون بره بالاتر این حالتهای دیگه که اینجا هست براتون باز میشه، مثلا لول 10 20 30 همینطور میاد پایینتر که خب ما هم نتونستیم اونا رو باز کنیم دیگه. بریم بازی کنیم ببینیم چه جوری هستش اصلا. اوه باید اونو بزنیم، اونم داره ما رو میزنه. خب بله، یه تیر زدم تو مغزش. این یکی چقدر زره داره با خودش. یا ابوالفضل این چی شد؟ این تیرای ما هم که میخوره بهش. پام یکم سخت‌تر از اون چیزیه که فکر میکردم. خب اونم زدیم. این چرا اینقدر چیز کرده؟ یه جوری نشسته. این سیبار هم که میاد وسط بازی بزنیم فکر میکنم بهمون جون میده. بله با یه تیر دونشون هم سیبو زدم هم کله طرف. این هم دم دسته. قابلمه رو سرش. خب این نباید منو ببینه. قابلمش برید میفتی که تیر لحظه آخرش. این آبیه که پایینه بچه ها قدرتمونه که پر میشه. مثلا میخوایم تیر رو شلیک کنیم با قدرت شلیک میکنیم و اون قرمزه هم جونمونه دیگه. حالا یه تیر فعلا تو مغزمون خورده. اینم از این. خیلی عالی بود. خیلی همچین با گارد وایساده بود. آدم فکر میکرد الان هر لحظه میزنه میترکونش. اینم از این. بعضی رو راحت تر میشه زد، بعضی هم کتک خورشون ملس نیست. این بنده خدا رو که اصلا نزدیم ولی افتاد. سیب اینم از این. خب این بچه ها بازی بود به صورت یه نفره. حالا 2 نفره با هم و 2 نفره مقابل هم الان براتون میذارم. بیا اینجا کردیم با هم. حالا میخوایم بریم 2 نفره مقابل هم چجوریه. ما یه حریف تمرینی هم اینجا صدا کردیم که اومده. اینجا این منو بالا رو که بزنید رو وسطی 2 به 2 مقابل هم دیگه میاد. شما کلیدایی هم که میتونید تو بازی داشته باشین رو اینجا بهتون گفته. خب بازی رو شروع میکنیم. معلومات این چرا چرا من اینجوری شدم؟ ما باید اینا رو بزنیم. بعد اینو باید بزنیم. اینی نه، اینایی که وسطن رو باید بزنیم. اینایی که وسط هستن رو باید بزنیم. من در حالت خوابیده یه 2 تا سیب شلیک کن بزن جون بگیریم. خب الان ما باید اینا رو یکم بازی سخته. از این ناحیه وسط باید تیر رو رد کنی. این شد جمونگ هم نمیتونه اینا رو بزنه. ما داریم من سیب شلیک میکنم فقط. خوبه اینجا برای من سیب میندازه. اینجا اومدم باغ. خب اینم 2 نفره بود. ما اینجا تموم کردیم اینو. خیلی بچه ها خوشحال شدم از اینکه تونستم یه ویدیو دیگه بهتون معرفی کنم. ما رو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتین برای ما کامنت بذارین.